انبوه‌سازان استان تهران در سال 1380 تأسیس شد. 18 تا تشکل هست که در زمانی با سازمان برنامه‌ریزی مدیریت برنامه‌ریزی نهاد تعامل تشکیل داد. کمیسیون طرح برنامه انجمن با توجه به نظر اعضای هیئت مدیره محترم توسط آقای مهندس خرم و آقای مهندس پیرزیاد شکل گرفت. مأموریت انجمن حمایت از صنعت انبوه‌سازی مسکن. افتخار اینو دارم که از طرف مجموعه بومر، شرکت‌های اینتلدک و والمش، سقف اینتلدک در واقع راهکاری واسه سازه‌های بتونی هست. سعید سلطانی هستم، مدیرعامل مجموعه استیپان آلمانیا. این عایق در پشت دوش‌های حمام کارایی داره. ماکان مهرانیان هستم، مدیرعامل شرکت بهینه‌نما. کار ما تولید نماهای فوق سبک هستش. من سلامتی هستم، مدیر بازاریابی و توسعه بازار گروه کارخانجات پایپ‌های به ایران. 50% هزینه‌های تمام شده شما رو در بخش پایپینگ میتونه کاهش بده. کشور ایران رو به اولین دارنده پلتفرم اینترنت اشیا تو خاورمیانه تبدیل کردیم. دکتر علایی مشاور محترم وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی. انجمن انبوه‌سازا اگر بتونن انشالله فعالیت‌های مهندسی رو به کشورهای همجوار ما که بسیار نیازمند هستند صادر بکنن. فاضلی که همتون با خط معیشش آشنا هستید، هم با کاراش آشنا هستید و کاملا میشناسید. موسیقی قبلی که میخوندن ای ایران میخوندن، هی به ای ایران خوندن نیست که باید یه جایی پاش وایسی هزینه‌شو بدی. خود صرفه که اخلاق میسازه، اخلاق حرفه‌ای. جمله مرحوم دورکهیم میگفت اگه یه قصابی یاد گرفت تو مغازش دروغ بگه، دیگه تو بقیه زندگیش دروغ گفتن خیلی کار سختی نیست. شما روزی 12 ساعت سر کاری، اگه تو اون 12 ساعت دروغ گفتی، تو 8 ساعت بقیه‌اش هم که بیداری یا 4 ساعت بقیه‌اش هم میگی. آقای دکتری از آمریکا اومده بود، تازه اومده بود، استاد ما شده بود، بگم میشناسیدش. آقای دکتر سیروس گفت که من جای انبوه‌سازای ایرانی باشم برای 30 سال آینده خونه‌های 27 متری میسازم. گفت که ما در آینده تعداد زیادی مرد و زن تجرد قطعی خواهیم داشت. هیچ وقت وسعشون نمیرسه خونه‌های 100-150 متری بخرن. اینا ماکسیموم خیلی توانایی داشته باشن خونه‌های 27 متری میتونن بخرن. حالا فکر کنید شما به عنوان تشکل انبوه‌سازا میخواید خونه‌های 30 متری رو به عنوان یه پروژه شروع کنید. چگونه به این مسئله جلب توجه کنید و چگونه این مسئله رو مدیریت پذیر میکنید؟